سلام. البته درباره هنرنمایی منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تباری روسیه در آزمون معروف یوروویژن شنیدید و یا سرودنش را هم دیدید. امروز درباره او صحبت میکنیم که حالا نامش در شبکه‌های اجتماعی، در بازار، اتوبوس، تاکسی و جای کار مهاجران تاجیک در روسیه و هم در تاجیکستان سری زبان هاست. منیژه سنگین روز 18 می با هنرنمایی‌اش در شهر روتردام هلند توانست روسیه را به مرحله نهایی آزمون مذکور رساند که آن را در سراسر جهان صدها میلیون نفر تماشا میکنند. در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص در فیسبوک همه به منیژه احسن و آفرین خواندند، ولی بحث درباره دعوای یک کاربر برخاسته است که گفته است منیژه را هیچ وقت طرفداری نمی‌کند چون او نه تاجیکستان بلکه کشور دیگری را در صحنه جهانی معرفی می‌کند. حالا می‌بینیم که مردم دیگر به این گفته چه پاسخ دادند. از شرح کاربری آغاز می‌کنیم که خود را در فیسبوک ونوش زینالپور معرفی کرده است. ای برادر، نامعقول را با سنگ و کلوخ کرده ای. این نشانه بی‌اندیشگی شماست. رونالدو و مسی در ایتالیا و اسپانیا بازی میکنند ولی افتخار کشورهایشان هستند. زینالدین زیدان در تیم فرانسه بود ولی افتخار الجزایر و مسلمانان عالم است. منیژه بانو افتخاری نه تنها تاجیک بلکه تمام 200 میلیون ایرانی نژادی جهان خواهد بود. این شهر در فیسبوک بسیار زیاد است و کاربران دیگر گفتند آنهایی که به منیژه سنگین ملامت میزنند تنگ نظر هستند و برای خودنمایی در شبکه‌های اجتماعی و جلب توجه دیگران هرچی که از دهانشان آمد مینویسند. شرح کاربری را از فیسبوک میخوانیم که خود را حکمت الله رشیدوف معرفی کرده است. بعضی آدمان در حیاتشان به یگان کامیابی نرسیدند ولی زبانشان دراز دیگران را سنگین ملامت میزنند. یک تاجیک دختر با استعداد خود در دنیا معروف گردد مگر به شما ضرر میرساند. منیژه لایق دستگیری است و کل مردم نوابسته از زبان ملت او را دستگیری میکند زیرا موسیقی سرحد و زبان ندارد. و این بحث ها پرویز پولادی آوازخوان تاجیک هم همراه شده و گفته است کاری که منیژه سنگین در روسیه کرد یک نوع قهرمانی است. و قول پرویز پولادی منیژه توانست چهره تاجیکان را که قبلا با نام روشن و جمشید مسخره میشدند تغییر دهد. شرح پرویز پولادی چنین است: آخر چه فرق دارد که او در کجا زندگی میکند؟ اساس او تاجیک بودنش را انکار نکرده است. در فضای ملت‌گرایی همچون آوازخوان موفق معرفی شدنش خود جسارت است. منیژه اثبات میکند که تاجیکان را مثل روشن و جمشید نه بلکه همچون مردمی هنرپیشه، صاحب استعداد و دارای فضیلت‌های نیک انسانی بشناسند. بسیاری دیگر از کاربران و به خصوص دختران از اراده منیژه سنگین ستایش کردند که بعد از پیروزیش در آزمون داخلی روسیه زیر تنقید سخت از جمله تنقید سیاستمداران روس قرار گرفت که میگفتند او با ترانه زن روس زنان کشور را بی‌آبرو میکند. این گونه تنقید هم زیاد بود که چگونه فرزند یک مهاجر تاجیک میتواند روسیه را در آزمون معروف به مثل یوروویژن نمایندگی کند. بدخشان زردک و یک کاربر فیسبوک گفته است که منیژه سنگین نمونه اراده و عزم قوی داشتن تمام زنان تاجیک است. شرح او را میخوانیم. مقاله هست تاجیکی سرسخت. همان تاجیکی سرسخت منیژه است. ملت‌گرایان روس آنقدر سنگ به سر او زدند که آدمی اندک به اراده می بود عطایشان را به لقایشان میبخشید ولی او مبارز است. تاجیک اصیل بودن را از منیژه آموزید. در هر پاره لباسش یک نشانی تاجیکی دارد. من به این دختر قایلم، از چیزی هراس ندارد، مبارز است. گروه دیگری کاربران هم به این نکته تاکید کردند که در روسیه گروه‌های از جوانان تاجیک هستند که با تغییر سیمای ظاهری خود را قفقازی معرفی می‌کنند و از تاجیک نامیدن خود می‌شرمند که این کار مایه خجالت و شرمساری است. با گفته این کاربران منیژه برعکس این گروه هیچگاه اصل و زادگاهش را پنهان نداشته است. با این مضمون شرح پرویز سعیدوف یک کاربر فیسبوک را می‌خوانیم که با مراجعت و مخالفان منیژه چنین نوشته است: جسارتی که این دختر دارد تو نداری. در برابر تمام فشارهای روحی و روانی ایستادگی کرده با تاجیک نامیدن خویش با افتخار صدا بلند می‌کند که قهرمانی است. بگذار از روسیه نمایندگی کند لیکن از اصل و اجدادش دست نکشیده خود را تاجیکستانی می‌شمارد. این را ملت دوست می‌نامند. بعضی‌ها شعورشان تا حد خرافات و سلب و ریش است. نظر شما درباره نمایندگی منیژه در آزمون یوروویژن چیست؟ در وبسایت ما بنویسید و یا در ویدیو ثبت کنید و به ما بفرستید. به شماره که می‌بینید واتساپ، وایبر و تلگرام و ایمو دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.